خدا سلام. پیشا پیش سال جدید سال 1390 رو تبریک عرض میکنم. تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتیم تا حالا شده قبل از این که بخوایم سفره 7 سین که از نمادهای ایران باستانه رو پهن بکنیم در موردش کمی فکر بکنیم یا سعی بکنیم در موردش یه سری اطلاعات به دست بیاریم؟ شاید بهتر باشه که از همین سال جدید، از سال 1390 تصمیم بگیریم که این کار رو بکنیم، فکر بکنیم قبل از اینکه کاری رو انجام بدیم و با امید به اینکه این روند در سال جدید و سالهای بعد از اون ادامه پیدا بکنه. من از دوست خوبم ایمان خواستم که تو این ویدیو منو همراهی بکنه برای اینکه تحقیقات و اطلاعاتی که داره در مورد سفره 7 سین رو در اختیار ما بذاره. ایمان جان، اساسی ترین سوالی که پیش میاد اینه که توی سفره 7 سین چه چیزایی قرار میگیره؟ ها صرف این که اولش با سین شروع بشه کافیه؟ اون چی که بر روی سفره 7 سین قرار میگیره در واقع باید 5 تا ویژگی داشته باشه. حالا ترتیب خاصی نداره ولی حالا ما اینجور میگیم. اولش اینه که در واقع باید پارسی باشه یا فارسی باشه، یعنی که از زبانی به غیر از زبان پارسی نیومده باشه. دومین اینه که باید گیاهی باشه، در واقع ریشه گیاهی داشته باشه. سومی رو میتونیم بگیم اینه که در واقع باید خوردنی باشه. ویژگی چهارم اینه که باید با حرف سه دندونه یا همون سین شروع بشه و ویژگی آخر این که اسم مرکب نباشه، مثل سبزی پلو ماهی، سیر ترشی، در اون مرکب نباشه. خب پس با این شرایطی که گفتی خیلی چیزا رو میشه توی سفره 7 سین قرار بدیم. نه اینجور نیست. شگفت بزرگ اینه که شما تو 20 میلیون واژه پارسی نمیتونی 8می برای 7 سین نوروزی پیدا کنی. یعنی فقط 7 مورد وجود داره که ویژگی‌هایی رو که گفتم در واقع دارا باشه، اون ویژگی‌ها رو داشته باشه. که اون 7 مورد شامل چیا میشن؟ من 7 مورد رو میگم، شما بگو هر کدوم نماد چیه. اولیش سیر، نماد اهورامزدا و همچنین نماد طب و درمان. دومیش سیب، فرشته سپندارمند، فرشته زن، باروری، زیبایی و تندرستی و همچنین پرستاری است. سومیش سبزه یا همون سبزی، نماد فرشته اردیبهشت، زندگی دوباره. چهارمیش سنجد، نماد فرشته خرداد و همچنین نماد عشق. پنجمیش سرکه، نماد فرشته مرداد و همچنین نماد صبر، شکیبایی و بردباری و جاودانگی است. ششمیش سمنو، نماد فرشته شهریور، نماد برکت و فراوانی. و هفتمیش سماق. سماق یا سماک، نماد فرشته بهمن و نماد باران یا رنگ طلوع خورشید. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که من به عنوان یک ایرانی همیشه از بزرگترام شنیدم و همچنین دیدم که اقلام دیگه‌ای هم توی سفره 7 سین هست که با سین شروع میشه ولی هیچ کدوم از اون شرایطی که تو گفتی رو نداره، و یا اینکه حتی اصلا با سین شروع نمیشه ولی بازم توی سفره 7 سین قرار میگیره. جریان اونا چیه؟ ببین، هرچند که در سفره 7 سین به هر حال 7 جزء اصلی اینجور بگم که با آوای سین شروع میشن که نمادی از سپنتا چیده میشه. میخوام برای دوستانی که نمیدونن، سپنتا به بیانی عشق و فروتنی به هم نوع و همچنین به اهورامزداست که عامل مؤثر رستگاری انسانه. ولی برای زینت بخشیدن به سفرهشون در واقع خانواده های ایرانی میان سفرهشون رو با سلیقه خودشون طراحی میکنن، یه سری وسایل دیگه رو به سفره 7 سین اضافه میکنن و در آرایش و رنگامیزی سفره هاشون نهایت سلیقه رو به خرج میدن. پس میشه گفت تا حد زیادی بستگی به سلیقه خانوادگی داره که چه چیزایی در کنار اجزای اصلی قرار بگیرن. حالا شما میتونید چند مورد مثال بزنید؟ حتما. مثلا سینای دیگه‌ای هم هست که میذارن سر سفره، مثل سرکه، سوسن، سنبل، سکه و حتی نون سنگک بعضیا میزنن سر سفره. و از اونجایی که سکه نماد داراییه و آب نماد پاکی و روشناییه، این دوتا رو با هم میزنن سر سفره، یعنی سکه رو میندازن توی آب، یه ظرف پر از آب و اونو میزنن سر سفره. اقلام دیگه ای هم میزنن مثل کتاب مقدس یا دیوان حافظ و شاهنامه و اینا که نماد تمدن و خردورزی ایرانی هاست. چون حالا من ایرانی ها رو گفتم، میدونیم این اصالتا ریشه ایرانی داره. آینه، ماهی سرخ، یک جفت نوروزی، شمعدان اصیل ایرانی.
تخم مرغ رنگی کاسه ای از آب که نارنج یا پرتقال در اون قوطه وره. به نشانه زمین در فضا. شیرینی ایرانی مثل گز، باقلوا و شیرینی آردنخوچی. همچنین گلاب، آجیل، شکلات و یا حتی گل نرگس و یا هر چیز دیگه‌ای که به نظر شما سفرتون رو زیبا میکنه. حالا با دونستن مطالب جدید و اطلاعات خوب در مورد سفره 7 سین، خرید عید و خرید برای سفره 7 سین یه مزه دیگه میده. عیدتون مبارک. روزم شب از محالی خوابی خیالی، از موی و نال و نالان موی و نالی، نقل سمندش از خاک بر شده تا افلاک، در غم او رشک مجنونم من و دلها